اولادا کجا؟ اولادا رو بگو پرسان نکن بچه خدا دمیشه اولاد خانه یک بچه خواب شدن تو مزار میگه برو نه آقا کار کن 30 سال در شهر پلیس بودم والله بل تقاوتی مرا نمیده بچه دم چیزام نکنی خدای بگردی تو جا مرگ نکنه بچه دیگه چیزا میگم ولی بچه خلاص بچه رو پرسان نکن بچه دیگه خفه میشم کرینال تکنیک مسلکم بود جنرال پیش رفتم دو وظیفه کنم بسیار جگرم خون شد والا خدا یارت بچه خدا جگرت خون نکنه بچه قدی من دیوارت جان مرگ نشی بچه من دیگه دعا نمیکنم اینجا چطور استاد بودی پدر در روی سرک اینجا چطور استاد بودم این رقم استاد بودم بچه این رقم یک الف و 2 ستاره ما دارم فکر کو دیگه معاون این خدا یاره 20 سال پیش 30 سال پیش قتل آدم میکردم کماندانم نه کابل ما پیدا میکردم در کلکسون میرفتم 10000 سال خور شدیم ما رو بگو که تو سنچلی سخی نبودی دردم شهیدم نبودی همین تو اگه بیا پیدایت کنه اگه بیا دمرویشان گلبرو توف میکنم گفتم از این کلکل خودم میپرتم اون روز که توسن فلک زین کردن اون وقتی که زمین و آسمان میگه خدای پاک میساخت بله و یا مکسم از مولا صاحب است که به احترامشان هم نگاه کردیم تا که زنده باشم اینی مادر ما است اینی عاشقی چیز بگو بنده جانان بودم دل به دست دیگری دادم و ایران بودم گفتم بیکسم امروز منزلگاه و مأوایم کجاست برش روغن میبردم گوشت ها میبردم کرای خانه هایشان میدادم کاکا جان آقا نداره بگی بچه میگفتم معاون اوزی اول سر پل بودم جرأتی گفتن ندارم در ضمیرم راست اینجا دیگه در جریان وظیفه بودی در جریان وظیفه بودم در اوزی اول سر پل بودم در خانه کرزای صاحب بیدی رفته بودم بیدی رفته خود ماست کشم حالا سه شب خواب شده میگه برو نه کار که اونجا آقا تا دبج قومی شی پلیس اینترپل اتحادیه اروپا ما کورس خوندم در قات 100 نفر به خدا نمیخوام قاقم ششتم قدم تک تمانکم همین تو گیرانم گرفت حالا چی میگم گیرانم چوب نمیشه گفتم مسلک چی از جنرال بود ما گفتم مسلک ما کرینال تکنیک از جنرال صاحب گفتم کدوم بایسکل سازی موتورسیکل سازی فهمیدیم که جنرال صفر پرانکت نظری صاحب پیش دمی کل رهبرای امارت اسلامی دیگه یه آدم حتما دوست داری که با قرآن پیش یک سای مذهبی ورزیده قصه کردم اشکاش دار خورد این نظری صاحب زد قیش یک دنیای نامرد از یگان تو میگه ما کسی کوی نداره ما گفته که مرا کشیدن از خانه دروغ نبود بچه سونی اکسایم که میبینم دیش معاون اوزی سر پل بودم امیر اوزک بی سواد بود مرا میگه که امیر صاحب برین شما تک تناسب نظری صاحب تک تنها بجز خدا دیگه کس نیست اینی در قماندانی امنیه کابل بودم خطیب بابا جان
دمی قماندانی هم کابل بود وظیفه هاست که شانفون بدنی این بچه است نه نمیشه دیگه خب امیالا چای گرفتیم خب بگی خودت دمک خزه واقعا مزه‌دار هم چی بودی که خدای پاک تو نمیت چیزی که رساند که بی فاطمه زهرا را گفتیم که اول علم دو سی قلوار را میخوانم با سبحان ربک چرا میخوانم با دعا میکنم میگم که خدای تو اگه بی فاطمه زهرا خدیجه زهرا سیاسرای پاک یک روزم فرینم تو قاشق دور داده باشن شیر برنج کده باشن بی سی شنبه خود میفهمید سیاسرا میکنه کده باشن ما گفتم تو گیران کردم ما گفتم دینا نشان بده گفتم بی جان گفتم بازم اینو شور داد ولی چرا قدل درد کرده که وارم دلم درد است که تمام زندگی در شهر میرم دینا پیسه روان کو دیگه ماشای ما بده دیگه ما بده از رقم کار کردم ولی سه شب خواب شده میگه برو نه کار که گوجه آقا تا دبش قومیشی گفتم بلایت بگیرم اون خبر کنم ایدر راغ نیست تا بالا نرفتم دیگه نمیرم اگه بیا پیدایت کنه اگه بیا دمیرویشان گلبری توف میکنم گفتم از این کلکل خودم میپرتم مردم ببینه که چرا این کاغذ کلبن اینا کنم دوست باز بود جان از اومده میگم نه اینا اولاد این بود که دقیقه کده بود از خاطر خودم انداختم که اینا رو نبینم بمرم مجدم زیر مردم گفتم نشان بدم چی بگن که ما را ببخشی سوال کدیا یا گپ از بخشش تیر از دیگه از بخششی تو تیر است که تا دنیا بیناست تیر از نظر صاحب یک دقیقه و یک سال نیست امی جان بیا یک بگو که ادامت میکنم ادامت میکنم بگو من میگم اعدام کو میگم اینا را باید من ببینم در جهان والا که دیده باشه میتونن را یک شل و شد باشه یک قوم خیش یک دوست آشنا داره اما من ایش نیافتم کمک کردم مگه مال نیافتم بچیم ولی در خدا میسپارم بچیم نظری سر در خدا سپاردیم خدا بچیم بشک بیاد که ما فرینی را میخوریم دوستا نه قدم چیزای قدم چهار مغز بخوت نظری ما شما نه من چی میکنیم من همین که خوردی خدا یارت بچیم برای ما رسید دیگه بچیم تو هم میدانی نه دیگه در قسمت ما بود والله راستی که قسمتت بود که با دعای بی فاطمه زهرا پخته کردیم بچه میره بخو فهمیدانی باورت بیا که اگه اگه چیز می بود یک بار مصرف میرم میگفتم که خوب گمش کن خیر میخوریم تا مشت کاکای دور بگیره پاک کرده بزن که من دیوالت دیگه حتما چهار مغز دیدی چهار مغز این که چهار مغز نداشت باز مزه نمیده که این چهار مغز نداشت یکان تا کنفران را که میگیره نظری صاحب بازو هم گت از دیگه کس از چیزای پودرا گت از نه هر وقت خانه را بو که اگه شفرینی کردی بو که همین چیزی چی میگن که یادم رفت کانفلاور ایتو چیش نگیری که رنگش یا میوه دار از دیگه بگو جواری رو بگی ساده بگی بازو از جواری باشه که تا پشاور جلال آباد نگار چقدر واجه جور میکنن از جواری رو سادهش بگی ایتو نه که با والا رنگ هم از او بیمانا میواز این مزه شکل آشپزی چی را یاد آشپزی وگان وقت مرگان جایی که یگان بخیر یگان محفلت بود دیگه بود تو بیا نه مت یگان جا چکر بریم یگان چیز پخته کنی برای ما نه خوبش قابلی دلت خوش داری که درجه اول قابلی درسته دیگه کرایی خون شما زیاد خوردن این چیزا خوردن فهم میدونی کباب سیخی خودم مخته میکنم خودم جور میکنم خودم پخته میکنم باز اگه امتحان کنم که من راستی میتونم یا نمیتونم دو جا قابلی نمیشه همین چیزایی که فرمایشی است یا چیزایی که مثلا خاصه خوری است نه این همیاره کلش یاد داری الله تو میگیرم زنده خوب باشی خوردی بچیم حتما انشالله والا خوردی دم افلا خوردی دم قرغا خوردی دم هر جای خوردی بچیم من نفر خطا نمیرس بشین نظری سر بعد انشالله خودت هم میبریم برای ما خودت بخوریم بخ خم میگیرم کورا را از میگیرم چیزام میگیرم زقال همه چیزش تیار بدون آقا بگو بچیم دیگه تو درد مریضی رو بچیم ببینیم دختره که دم تو کلان شو بچیم خطا دعا کرد بگو بچیم بعد کی کوکو جناب 40 روز خوارم و دخترم بگو نور میبره خونه از 40 روز زیاد شده چی رقم شد نه نشده روز 17 روز بگو 40 روز نور میبره خونه دو خوارم و دخترم بگو دگردل دای نزیره بگو دخترم میتو بگو کوکو جناب گفت که فرینی پخته کرد و خورد ما دلم بود که نمی کم بود یک بار مصرف کردم بگو میره ببر خونه خیر دیگه باز د بیرو زیاتر پخته کو باز خانه بگو اگه وقت بگو من یک زیاد 2 کیلو را پخته میکنم فهمیدین پخته میکنم با یک دیشک میخرم پلاستیکی خوبش باز میره ببر دم دخترم ببر هر کسی که از روزی دختر دعایت کرد بگو بچه دعایت کرد بگو بچه ما خیر ببینیم
حتما این ویدیو رو ما در خانه جور میکنم باز میبینید. بگو که دخترم باشی بچیم دختر قیامتیم باشی بگو که آقا جان آقا گفت که من نمیره دلم بود که روان کنم برات این کم بود مگه دیگه وقت بگو نظری سای برای من بگو باز من شب پخته میکنم یا روز پخته میکنم دیگر بیا ایره گرفته ببرم. خب گپ اینیا رو طربان بیاد جای خود جانم خوش از حالم. خب دوستا دیگه واقعا یک فیرینی مزدار که سرش چهارمغز یام بود نوش جان کردیم و کاکا جان آقا دیگه از این بعد همیار هم تیم ما از بعض روزا که ما دق آوردیم باز میبریمش یگان طرف یگان دیگه کاسه کنه برم این در گردن دین از این خاطر است که من دق میارم بچه خوش میشم حتما شما یگان جای میرین فهمید هر چیزی که خواهش داشت نبردم اونجا پخته میکنم یگان برنامه حتما یگان اکتینگ یارم یاد داری یگان باسل کو فهمیدنی آسد کو حتما در سابق یگان فیلم هم دیدی دیگه فیلم چی میگی یک شعر عاشقی رو بگم برات بگو نیت حتما جوانا عاشق شدن خب میگه عاشقی چیز بگو بنده جانان بودم جانان خدای پاک است سیک شاعرا را عاشقی چیز بگو بنده جانان بودم دل به دست دیگری دادم و ایران بودم او بلازی خدایی چی رقم کار است میگه عاشقی چیز بگو بنده جانان بودم جانان خدای پاک است مگم دل به دست دیگری دادم و ایران بودم چی مردای خدایی بوده دیگه کدام شعر است؟ من دیگه شعر من در حساب یک وقت در مکتب بودم در مزار تخلص من بیکس مانده بودم حالا که فکر میکردم اما وقت در دلم گشته بوده بعدم شعر بیکسیم یک شعر نوشته کردم اصلا تخلصم بیکس است خب گفتم بیکسم امروز منزلگاه و مأوایم کجاست خب فهمیدی بیکسم امروز آلی موسانه آمد بچیم یعنی خانه و جایم کجاست او خدا بیکسم امروز منزلگاه و مأوایم کجاست جرأتی گفتن ندارم در زمینم راز هاست این اوقات تو تخلص والله 50 سال پیش 50 سال پیش این شعر تخلص مونده بودم حالی که بعد از 50 سال چوت کردم همین شعر در قلب همین تو بود گفتم بیکسم امروز منزلگاه و مأوایم کجاست جرأتی گفتن ندارم در زمینم راز هاست اون رازه که پیشتر برات گفتم نه جرأتش ندارم که من کس بگم گفتم جرأتی گفتن ندارم در زمینم برو یک شعر دیگه بگو حتما دیگه شعرها یا خود پیشت زیاد است دیگه یگان ربایی یگان شعر یگان قصای جالب یگان چیزای خنده‌دار آمد آن روز که توسن فلک زین کردند آن روز که توسن فلک زین کردند آن وقتی که زمین و آسمان میگه خدای پاک می ساخت بله زین کردن و آرایشی مشتری و پروین کردن یعنی یک ستاره را جور کرد نقشه کرد یک ماته و جور کرد یک هفته و جور کرد مگه آرایشی مشتری و پروین کردن مانایش هم یاد داری دیگه این بود نصیحت ما از دیوان قضا این گونه چرا قسمتی ما این کردن او بالله خدا هر شعری که میخوانی با خودت صدق میکنی با خدا یاره دولمو یادم دا خودم چیز میکنم نازت خشم از مولانای بزرگ است این از مردای خدا است دیگه از ما کنه است که از مولا سال یگان شعر خیر است مولا بالا اگه یادت آمد باز بگو دیگه جور باشی بچه جور باشی شب روز زمین جست شب روز زمین جست ما باز یگان چکر میبرایم با دروغ سنای دیو قانون میریم باز یگان قاطق پیش که دکانا میشینیم دیگه این تو قصه میشینیم که مثل یک آدم یک نه در نفر قتل کرده باشه دوزاوره یعنی میگم من کسی نبیننده تو جای میشینم که کسی من نبینن اون روز دیدی که شام برآمده بودم متوجه باش بله بله فهمیدنی شام برآمده مگم مدام شوم پیدا بیمانا بود مگم پیدایت کردم نه من د شو پیدا کردی از عقل نیست دو حالت که بچه من تو را دعا کردم والله بمیر میبینی که دعا کردم که ما گفتم بچم طبعتم خراب شد چیره نشان دادی خلطی دواره ما گفتم بچم جان آقا بچم دعا کنم یادم ایش که تو کمکم نکنه تو حوالم نگیره هم هر کسی که مریضی است گفتم جور شو بعد ما گفتم جور شد بچم خب طرف موترکای برای دیزاین ماندی دیگه این برای فقط دیزاین ماندم که دم اشتکا دم خانه من نامردا که میخریدم باز دمونا دروغ دم اشتکاش میبردم که بان مرا چی نکنن گفتن باز این بده آمدم اونا رو گرفت آمدم در یولی که بودی دم یولی چهار خلا که تقیق زکر امینا رو گرفتم اشتکا ندادم بابا گفت که امینا رو من نمیتم گفتم نه من گفتم یک نواسه دیگه من باز اونا میتم دروغ اینا خاطر صدقت جواب تلویزیونک فعال است تلویزیون فعال است میگه چالان کنم میشه باز حتما چی را میبینی دیگه چینل های
داخلی را والله چینل داخلی را میبینم، یکی مگم فیلم های مستند میبینم، یعنی حیوانات ها، یعنی مثال یک وقت بذار جون چیزا باشه میبینیم، این رقم چیزا رو میبینم دیگه. تو خواندن ها چیزا و قدر دل زنده است دیگه، راستی بده. او یک واده ما شما قبلا هم سرش گپ زدیم، حالم که حال خراسان ها قسم است که یک نفر کت سر خوردن باز یک کس دیگه میره پیش از او، باز دیگه میره، بازی کار شروعی میشه، شروعی رقمی بلایت بگیرم، بلایت بگیرم گرفتی هر بله بیخی زد. این حال وقتی که ما و شما یک کار آغاز میکنیم، اگر کس دیگه میایه باز که خودت پیش قدم شی، باز آدم کم میایه. بسیار عالی، اما راست میگی نظری صاحب. ما تو سر از گپ هم زدیم صدقه شما. دیگه انسان به انسان کرد چی بگویی به میلیون فروخته نمیشه. بله صدقه شما راست است بچیم نظری صاحب، راست است. حالا ما و شما چی رقم پدر داری، چی رقم مادر داری بچیم، تو رو تولد کده بچیم، پدر مادر تو آزار لطی بچیم، آزار لطی بچیم، پدر خدا رحمت کنه دیگه. مرد البته مرد فوت کده بچیم، عفو کنه. مادرت که زنده است، شکر زنده است. عمر یک جا است. این میخواید نیت کردم که بچم فیلمی را قدیم مادر کو، اما دخترم باز یک جای قدیم اولادا کاش بخورم. این یادت بیاد، اما هیچ چیز کار ندار، فقط مرا بگو که کاکو جان آقا ما 5 بجه میایم یا 6 بجه شام میایم یا صبح میایم. این شو که کنم یک شال ندارم، نمیسار خراب. این وقت شو مجبور کردم، فهمیدین؟ نه خراب نشده، فهمیدین؟ تا صبح یخ کنه دیگه. تا صبح یخ کنه باز بگو ما یک دیشک میخریم زیاد است. در دیشکا میپرتم باز میره گرفته ببر. این یک نیت کردیم دیگه. دلت دیگه. خاطر ما مادرت که چی رقم یک اولاد تولد کرده که تو را تابال نگاه میکنی. قدیم دخترم که دختر قیامتی باشه گفتم خانم تبسیم که بگو کاکا جانا گفت 40 روز دخترم نور میباره. ما با ما خاطر ما تک فرینیر جور کردن حال میکنم. قدیم تو 4 مغز دار. این مکمل قیماق است خو از شیرای قطیگکی نمیگیرم ما، شیر خانگکی میگیرم ما، گاو خانگکی بود. اونا که از اونا او داره دیگه داره مواد الهی داره. 6 سال دادن دکان ماندگی اونا بدل نمیخوره. کدام شعر دیگه یادتم؟ شعر چی میکنه مثلا دیگه صدقه شما باز میگم باز مجا گفتم خود فضای آزاد دیگه. در فضای آزاد باز میگم شعرام میگم برای آزاد بشه. بیا پیام آخر تبته به هموطنای ما دیگه. پیام آخر می‌نویسم که از خدای پاک خواستیم اگر جوان هستین اگر پیر هستین هر کسی هستین من تو دعا میکنم که با رقم مناشین بچین، با رقم مناشین بچین. پیام می‌نویسم دلتون نم کمک میکنین، نم خانتون آباد نمیکنین، نم مگم رقم مناشین. از این کمک کده این سوال براتون میکنم که به رقم مناشین بچین. در جهان می تو سانه را کسی والا گذیده باشه، در کره زمین ندیده. نم کافر که باشه کافرام دلش میسوزه بیاد در مطاق میره خبر بگیریم، مگم من خبر نمیگیرم. خبر خود نمیگیره که معنی ازی که من خودم خوش ندارم که بگیرن. یعنی پیشتر گفتم که اگه بیان مرا پیدا کنن والله بالله قسم از مزیکل که نخلم بپرتم که مردم ها ببینه که کاکا کنم دو زمان داشتنش چروی انداخت باز برشان میگم که این تو قصه از برادرای خانده نظری است. بله بله. یعنی دیگه در راهی که رفتی برگشت نداره. هیچ گفتم که 5 منزله را که بگیره برم قد قوالش یک دفعه برات گفتم همین فامیلم که بگه تو یک اتاق کرایه‌اش دیگه خانه و جایم نداری، 10 منزله بخشش کرای دکاناش هم سوپر میشه کرای خانه‌اش هم بگی در منزل که میشینی میگم نمیکنم میکارم. یعنی باورت به نظری صاحب این قدر مسیاس اون پیشتر یک شفر برات دادم دیگه بفهمید. خب دوستا دیگه کاکا تقاضای خاص نداره، فقط یک 3000 کرای اتاقش، یک 4000 پیسه خرچ شود دیگه یک دوام دیگه من کدام پیسه کار ندارم که موتر بخرم یا زندگی کنم از گپا خلاص است خیلی او تا روزو ندارم. مگه کدام کمک کردین کرای اتاق چیزای مرا دادینم خانه تا بار ندادینم خدا رقم آوری نکنید. قدیم نظری صاحب یک جای خدا نگاهتان کنه قدیم اولاداش فهمیدن قدیم اولاداش واقعا سخت است دیگه. خداوند پاک هیچ کس را اینطوری حالت سرش راسته که قلب سنه را دیدین نظری صاحب بسیار خطرناک سنه را دیدین. حالا فقط ما زمیرا می آمدیم از طرف یک کد نمبر که گفته نامم نگی 15 کشورشان معلوم نیست و برای همکارای من پول تسلیم کردن 3500 است که این کرای اتاق تا ما برای 500 باز یگان چیز دیگه بگی 3500 جور باشی بچه باز هم کسی که انشالله جور باشی بچه چیز کمک کرد من بخیر بچه جور باشی بچه سلامت باشی. 3500 نیست 3,50,000 پس
نظری صاحب هر کسی که داد خدا یارش به شمول تو والله غیر تو دیگه کس باشه نمیتام یگان انسان است بچه مگر نوش جانت نظری صاحب خدا یارش هر کسی کار کرده بچه خدا یارش بچه تا کیر مصرف میکنی باز خدا میره خیر بچه خیر صدقت شم از طرف نمی فرینی یک نیت کردیم که به مک زنگ بزن باز که دم دختر خواندیم رو بچیم ندیدیم دختریم بگو که جان آقا گفت کاکا جان آقا بچیم دخترم 40 روز نور میبره خانه بچیم دعا کرد بگیران کرد دعا کرد بگو بچه گفت که قد مادرت که خودت گفتن که فرینی جور کنیم که تو بخوری که کاکا جان آقا راسته که بدر جانی چی رقم یک چیز پخته کنه سلامت باشی. خب دوستا پدر جان ما یکی از شبایی که همین طرف مریض داشتیم و خداوند پاک یک دخترک برای ما عطا کرد که مادرک شام عملیات شده بود دیگه کاکا را سر خوردیم دیگه بعد از چند روز آمدیم پیشت باز میایم پیشت باز خودت هم بیا و طرفا ان شاء الله یگان برنامه میگیریم که هم خودت یک تفریح شو و هم برای ما یگان چیز پخته کنی بس خلاص دیگه فقط پخته میکنم هزار دفعه خودت دیگه آشپز اطلاعی ما هستی آشپز اطلاعی دستم سر از امروز هر محفل هر کاری که داشتی بگو کاکا جان آقا زنگ بزن در منطقه است دو سه سر برنج قابلی اگه دست نکردم بگو که تو لبل راسته درو گفته بودی بگو حالا دیگه شعله نکنی زدن باز یک امتحان کو دیگه نه یگان تو میگه والا من انجینر هستم فلانیستم او چی بدت میخوره من عملی نشان میتونم برات خب کسایی که در سمت مزار باشه و حتما دیگه قابلی خطرناک برات پخته میکنم چی برات بگم کارایی چیزا خوش عادتتان است مردم پشتر خدایارش سالان زیاد میخورن ما دیدیم نه قورمه و کرایی باز چلاوی قطعی گوشت گوسپند بره قورمه چلاو میگه یکی سبزی چلاو است یکی قورمه چلاو است یکی گوشت چلاو است سه رقم است باز گوشت بره که قطعی چلاو او دیگه مزه داره خب ات یک کار میکنیم غذای باید پخته کنیم کسایی که در خارج و داخل است ندیده باشه بیخی ندیده باشه و نخورده باشه نو باشه هزار دفعه باشه بازار یک دعا به حق می برادرم هم کو به حق ما هر کسی کار کرده قدم اولادش بچه ما رام باشه هر جایی که باشه خدا نگاهشان کنه بچیم خدا نگاهشان کنه قد شما گد بچیم از این بالای زمین آسمان نگاهشان کنه قد تو قد من دیوال یک جای سلامت خب دوستا دیگه کاکا جان آقا را کتش بعد از دیر وقت سر خوردیم با ویدیویش هم شما دیدین در آغاز برنامه انشاءالله باز هم ما خبر شخات گرفتیم دیگه تقاضایش همی است که حداقل هم یک کرای اتاق هستن هموطنای ما هستن که دلسوز هستن و همیشه کمک کردن و انشاءالله باز هم بخیر کمک میکنن ما خواستیم مگر وا نبودن از دست ما نه ما شما کار ندارم بچه ما شما چرا که تو اولادار هستی بچه مشکل دار هستی بچه تو کوچه تا کوچه میگردی کرای موتر کرای تیل تا بچه از کجا میکنی نظری صاحب ما شما چیزی کار ندارم بچه با عزت خدا کمت نکنه خب برای فعلا خدا حافظ و نگهدارتان منتظر برنامه ویژه ما که کاکا جان آقا باشه یگان شعرم برای ما خواد گفت یگان دیگم میگه یگان قسام خواد کردیم قصای خوشم میکنه یگان قصای خنده‌دار اینه بس خلا فهمیدید تیپی من فهمیدید یگان تمثیل هم میکنیم دیگه با جای پدر ما دیگه میشه که یگان نقش بازی کنیم بخیر